اینجا دهه سیرکونی در نزدیکی شهری خارکوف است. 25 کیلومتر دورتر از مرز روسیه. سربازان روس آن را در همان روزهای اول جنگ در ماه فوریه اشغال کردند. روز 7 می نیروهای اوکراین آن را پس گرفتند. Очень много заминировано, очень много не разорвавшихся мин. بسیار مینه گذاشتند. مینه های ناترکیده بسیار مانده است. بنا و انشاءاتی زیاد آسیب دیدند. هیچ یکی از زیربنیادها از جمله شبکه های آب و گاز و برق کار نمی کنند. مردمی که اینجا هستند رفتن نمی خواهند. برای همین زخمی و متاسفانه کشته می شوند. ساکنان اینجا از آزادی دهه و رفتن سربازان روس بسیار خوشحال شدند. من بسیار خرسند شدم. در واقع گریه کردم. روزهای سختی را دیدیم. مردم سیرکونی میگویند سربازان روسیه در دههشان همه را غارت کرده بردند. سربازان از جنگ‌های سخت میگویند. در اینجا جنگ بود. این تانک روسی است که زدیم. تقریبا یک هفته پیش اینجا بودیم. زیر تیرباران سخت ماندیم. ارتش روسیه به حمله های جوابی گذاشته و سعی دارد منطقه های اشغالی در شمال خارکوف را نگه دارد. از جنگ بدلیل روسیه در اوکراین که 24 فوریه آغاز یافت 3 ماه رسا گذشت. در این جنگ تا کنون هزاران نفر کشته و زخمی شدند. Да, слышите, да? Да.